سلام. توی این روزا وقتی توی خیابونا راه میریم، بین دوستا، رفیقا، همکارا یا حتی مردم عادی، اکثرا میبینیم که همه سرشون تو گوشیاشونه و به هر طریقی از طریق کلیک کردن یا ربات‌های مختلف دنبال یک درآمد خوبن. اما معلوم نیست این ماه یا ماه دیگه بهشون داده شه. اما من رباتی رو بهتون معرفی کردم که واریزش آنیه. بریم برای معرفی ربات ترونیکس. وارد ربات که میشین یه همچین صفحه براتون بالا میاد. ترون رو نشون میده و ارز دیگه شیبا. روی سرعتی که به صورت رایگان خودش تعلق داده به ما در حال چرخشه. این قسمت میسیونه. شما میتونین یه سری شیبای رایگان دریافت کنین و در قسمت بعدش میرسه جای ارز ترون که ارز ترون یک روش دیگه هم داره برای اینکه با سرعت بالاتر و تعداد بیشتری ترون جمع کرد. مرحله دوم میرسه به قسمت شارژ کردن و بالا بردن سرعت استخراج. روی گزینه بوست میزنین. این صفحه سفید رنگ باز میشه. از کمترین حالت که 100 تا ترونه به بالا هر چقدر که دوست داشتین 100 200 2000 هر چقدر که دوست داشتین رو میتونین وارد کنین. خودشون بالا نشون میده اگر 100 تا یا 200 تا وارد کردین چه مقدار ماهانه و روزانه بهتون ترون تعلق میگیره. مقدار دلخواه که انتخاب کردین گزینه اد رو میزنین. این صفحه براتون باز میشه. اون بالا شو آدرس رو که میزنین لینکی که قراره براش ترون واریز کنین رو بهتون نشون میده. این لینک رو باید کپی کنین ببرین داخل صرافی یا ولتتون. خب شارژ کردن 2 تا مرحله داره. یا شما میتونین از صرافی برین یا از ولت. ما میریم داخل صرافیمون، ارز ترون رو انتخاب میکنیم. این صفحه برامون باز میشه. روی گزینه برداشت کلیک میکنیم. 3 تا کادر میاد. اولی زده شبکه مورد نظر. قطعاً 100% بر روی TRC20 بذارین، چیز دیگه نذارین. دومی زده آدرس ولت مقصد، همون آدرسی که داخل ربات کپیش کردیم و اینجا وارد میکنیم. پایینش هم مقدار ارزی که میخوایم وارد کنیم از همون 100 تا به بالا میتونین اینجا بزنین. 100 200 هر چقدر که دوست داشتین میتونین تو اون کاد وارد کنین. خب توی مرحله 4 و آموزش برداشت کردن 2 تا ارز ترون و شیبا، به طور مثال من ارز شیبا رو انتخاب میکنم. این بالا از همون آدرس رو میخواد. پایین هم نوشته چه مقدار شیبا میخوایم برداریم. برمیگردیم داخل صرافیمون، ارز شیبا رو پیدا میکنیم. روی ارز شیبا که کلیک کردیم صفحه که باز شد روی گزینه واریز میزنیم. اینجا نشون میده ارز شیبا حتما آدرس ولتتون روی BEP 20 باشه، ERC 20 نباشه، حتما روی اون باشه. این بالا یه لینکی بهمون میده. روی اون لینک کپی میکنیم و این لینک رو میبریم داخل ربات. دوباره وارد که شدیم روی گزینه سند شیبا میزنیم. آدرسی که اونجا بهمون داده شد اینجا کپی میکنیم و مقدار شیبایی که میخوایم برداریم. من الان 303 تا رو میخوام برداشت بزنم. اینجا 303 تا رو وارد میکنیم. 303,000 تا شیبا رو. بعد از اینکه وارد کردیم این گزینه سند رو میزنیم. یه چند ثانیه زمان میبره و بعد نشون میده که اوکی شده. تموم شد. این الان اوکی شد. و برای اینکه نگاه کنین چه زمانی واریز میشه رو گزینه ولتتون میزنین. اینجا در حال سند نشون میده. تیک سبزش که خورد یعنی اینکه وارد حسابتون شده یا داخل ولتتون. اگه آدرس ولت دادین اونجاست، اگه آدرس صرافی دادین رفته اونجا. توی مرحله آخر به پایان رسیدن سرعت استخراج یکی از سوالاییه که اکثرا دوستان میپرسن. خیلی ها میگن مال ما تا 16 تا جمع شد، 17 تا جمع شد، دیگه نمیچرخه. این به خاطر اینه که شما وقتی وارد ربات میشین ماه اول خودش سرعت رایگانی رو بهتون میده که همین 1 گیگاهرتزه. در ماهای آینده شما باید شارژ بکنین، سرعت استخراجتون رو ببرین بالا و ماهانه هر ماه مثبت 34% سود میگیرین ازش. حالا میتونین 2 بار شارژ کنین، 3 بار شارژ کنین، با سودهاتون شارژ کنین که سود بیشتری بگیرین ازش. و در آخر هیچ تایم مشخصی از این که این ربات تا چه زمانی قراره کار کنه، تا چه زمانی این پروژه ادامه داره در دست نیست. اما امیدوارم تا موقعی که هست بتونین سود خوبی بکنیم و من در آینده ایردراپ‌های خیلی خفنی قراره بهتون معرفی کنم. حتما این کانال رو داشته باشین. میخوام یه کاری کنم ماهانه
500,000 یا $2,000 سود بکنیم. موفق باشین. خدا نگهدار.